بحث کردن با بعضی از آدما فایده ای نداره. بیا راجع به این فایده ای نداره تو انگلیسی صحبت بکنیم. یکی این که میتونیم بگیم it's no use و دومی it's no good، یا میتونیم بگیم there is no point. خب اولی این که میتونیم بگیم it's no use یعنی فایده ای نداره. مثلا من میگم فایده ای نداره با بعضی از آدم‌ها دیگه بحث بکنی، یعنی it's no use arguing with some people. argue به معنی بحث کردنه. از ساختاری که وجود داره اینه که بعد از it's no use که فایده ای نداره هست معنیش verb باید بعدش ing بگیره. راجب it's no good هم که به معنی همون فایده ای نداره هست، مثلا میگم it's no good trying to fix it یعنی فایده ای نداره دیگه تلاش بکنیم تا اونو درستش کنیم. و جمله سوم که there is no point هست بیشتر به معنی دلیلی نداره یا معنی نداره دیگه انجام دادن اون کار هست. there is no point in waiting here any longer یعنی دیگه صبر کردن اینجا از این بیشتر صبر کردن اینجا دیگه معنی نداره، دلیلی نداره دیگه از این بیشتر اینجا صبر کنیم.